این پادکست در مورد یک پسر بچه فقیر به همراه خانواده‌ای فقیر به همراه کلی مشکل مالیه که تهش این پسر بچه فقیر رو میرسونه به یک موفقیت بزرگ بین‌المللی و تأسیس یک شرکت بزرگ به اسم دیو. آقای کیم وو چونگ و کتاب سنگفرش خیابان از طلاست. این کتاب چرا به این اسم معنا پیدا کرده و به این اسم گذاشته شده؟ به خاطر اینکه آقای کیم وو چونگ بعد از سالهای موفقیتش انقدر ذهنش رو به کارآفرینی تمرین میده و انقدر در کارآفرینی موفق میشه که میگه که من هر جایی از خیابان رو که راه میرم و هر جایی از خیابان رو که میبینم یک ایده‌ای رو میتونم اونجا پیاده بکنم، یک کارآفرینی رو میتونم پیاده بکنم و یک کاری میتونم انجام بدم که هیچ کس تا الان تو اون خیابون نتونسته انجام بده و این به خاطر ذهن کارآفرینی منه. و یک جمله خیلی بزرگ داره، میگه که من از نقاشی یا موزیک اطلاعی ندارم. تصور میکنم این نوعی عدم تعادل است، ولی تمام توجه من به کسب و کار است. به هر کجا که میروم فوری در میابم که پول در کجا باید به دست بیاید. در دنیا جاهایی وجود دارد که در خیابانهایش پول نریخته است. صحبت نویسنده در این جمله به این معنیه که شما وقتی که وارد یه خیابونی میشی قرار نیست پولی روی زمین ریخته شده باشه، اما این ذهن کارآفرینی شماست که اونجا یک ایده‌ای، یک خلاقیتی به ذهنش میرسه که اون خیابون رو تبدیل به یک روزنه‌ای میکنه که بتونه ازش پول در بیاره. 4 قسمت اصلی داره این کتاب. اولیش رویا پردازیه که خود نویسنده به شدت به این تاکید میکنه که آدم رویا پردازی بوده و موضوع دوم بحث مدیریته. موضوع سوم بحث رشد کردنه و موضوع 4 رهبری که آقای کیم وو چونگ یکی از افرادیه که در دنیا به رهبری معروفه و خیلی از رهبران بزرگ دنیا واقعا با آموزه های ایشون و چیزهایی که ازشون یاد گرفتن رهبری کسب و کارشون رو ادامه دادن و کسب و کارشون رو مدیریت کردن. چند تا بخش خیلی مهم داره که جدا کردیم، چکیده هاش رو براتون آوردیم که یکی یکی شروع میکنیم به گفتن اونها. نکته اول، امید. نویسنده ناامیدی رو پایان پیشرفت میدونه و تأکید میکنه که هیچ وقت از حرکت کردن و ادامه دادن دست بر ندارید، حتی اگر فلج شده باشید. توی کتاب میگه که اگر حتی فلج هم هستید ادامه بدید. همون ضرب المثلیه که میگه اگر نمیتونی بدوی راه برو، اگه نمیتونی راه بری پیاده روی کن، اگه نمیتونی پیاده روی کنی سینه خیز برو، ولی کارا رو انجام بده بالاخره. نویسنده یه تاکید خیلی شدیدی در کتاب داره، میگه که من درست لحظه‌ای که فکر میکردم تلاش‌ها دیگه نتیجه‌ای نمیده و همه از من ناامید بودن، در اون لحظه به تلاشم ادامه میدم و دقیقاً اون لحظه اتفاق میافتاد. شاید این یه موضوع کلیدی باشه که الان ما هممون میگیم که خب اینو همه میگن، همه اتفاق میافتن، ولی خب آقای وو تقریبا این رو لمس میکنه توی کتاب. یعنی میگه که من این همه کار کردم اما نشد و یه جاهایی خیلی ها دیگه ازم ناامید بودن ولی من کاملا به جلو میرفتم، تلاش میکردم و میشد. موضوع دوم زمانه. خیلی تاکید میکنه آقای وو و میگه قدر زمانتون رو بدونید، چون که این زمان به شما کمک میکنه که بدونید دارید کجا زمانتون رو صرف میکنید، روی چه چیزی دارین زمان صرف میکنید، توی چه موضوعی دارین این کار رو انجام میدید و خیلی سعی بکنید که بهره‌وری زمانتون رو بالا ببرید. موضوع سوم کسب تجربه است. آقای وو به شدت تاکید داره که با انواع آدم‌ها که عزم، اراده و آدم‌های مفیدی هستن برای شما دوست بشید و از اونها تجربه کسب بکنید و اون تجربیات رو در کسب و کار و زندگیتون پیاده بکنید. موضوع بعدی رویاست که آقای وو جزء کساییه که اصلا خوراکش اینه که رویاهای بزرگ داشته باشید و در طول مسیر مدام رویاتون رو تو ذهنتون
بزرگ بکنید، باش زندگی کنید، باش حال بکنید. اما خب من این رو تقریبا قبول ندارم، چون این کتاب قدیمیه و به نظرم یه مقداری امروز شاید تو زندگی خود من اینجوری بوده که رویا پردازی باعث شد که خیلی کارا رو نکنم و رویا پردازی تقریبا برای من مضر بود و حالا نمیدونم شاید برای شما درست باشه، اما برای من رویا پردازی یه مقداری اذیت کننده بود، چون جلو فکر میکردم و باعث شکست میشد این موضوع. آقای وو در ادامه میگه که رویاهای خلاق داشته باشید. برید ببینید کجا میشه سرچشمه گرفت که رویای خلاق داشته باشید. موضوع ششم اشاره میکنه به اشتراک اطلاعات. میگه سعی کنید مدام اطلاعات بگیرید، اطلاعات بدید. وقتی که اطلاعات میدید یه سری ایرادات از اطلاعات خودتون در میاد که میتونید درستش بکنید و یه سری ایرادات رو از اطلاعات دیگران بگیرید تا این اشتراک اطلاعات بهتون کمک بکنه که بهتر جلو برید و بهتر عمل بکنید. یه موضوع خیلی مهمی در مورد شغل خوب داره، من بهتون میگم این رو. آقای وو معتقده که هر کسی در جهان جای خودش رو داره و نظم زمانی به وجود میاد که هر چیزی در جای خودش باشه و معتقده که میگه آقا ما هر کاری که باید بکنیم رو باید بکنیم. خیلی با زندگی نجنگید، خیلی با زندگی کلنجار نرید. شما احتمالاً در همون نقطه‌ای هستید که باید باشید، بهترین تلاشتون رو بذارید. موضوع هشتم در مورد کار زیاد صحبت میکنه. میگه که اگر از کار کردن لذت ببری، کار کردن زیاد برات اذیت کننده نیست. و موضوع نهم در مورد تجارت صحبت میکنه که خب اون رو به سمت گروه صنعتی دوم میبره. و موضوع دهم خیلی تاکید میکنه روی داشتن تخصص و میگه که سعی بکنید که عمیق و خیلی پرقدرت یک تخصصی و یک دانشی رو بالا ببرید و یاد بگیرید، چون تخصص و دانش شماست که باعث میشه شما به موفقیت برسید. و میگه که از بحران‌ها اصلا ناراحت نشید، بحران‌ها رو کاملا حل بکنید. برای ذهنتون خوبه، برای ذهنیتتون خوبه و برای هر چیزی که دارید تو اون مسیر تلاش میکنید خوبه، اوکیه، مشکلی نداره. موضوع 13 راز سلامتی رو توضیح میده که میگه سعی بکنید که این نکته رو کاملا داشته باشید توی ذهنتون که برای موفقیت اولین گزینه سلامتیه. تا وقتی ذهن، روح، مغز سلامی نداشته باشی، مغز سالمی نداشته باشی، نمیتونی کسب و کارتو درست ببری جلو و نمیتونی موفق بشی. پس روی سلامتیت خیلی تمرکز بکن و مواظب باش که سلامتیت رو از دست ندی. موضوع بعدی موضوع اعتماد به نفسه که میگه همیشه به خودتون باور داشته باشید و بدونید که هر کاری رو میتونید انجام بدید. بچه تا اینجای کتاب اگر فکر میکنید موضوعات این کتاب قدیمیه، به خاطر اینه که خب خیلی از این آقا تقلید کردن و خیلی این موضوع رو میدونستن که ایشون کتابش پرفروشه و اومدن خیلی موضوعات رو از روی این کتاب نوشتن. اون زمانی که ایشون این کتاب رو بیرون داده این موضوعات واقعا نبوده و خیلی از این حرفا نمیزدن و اون موقع این اینستاگرامی نبوده که اساتیدی توش باشن بخوان این حرفا رو بزنن. موضوع بعدی نگاه به آینده به جای نگاه به گذشته است. میگه آقا من در گذشته خیلی کارهای اشتباهی انجام دادم، خیلی اتفاقاتی بدی برام افتاد و این موضوعات، ولی همیشه نگاه هم به آینده بود، همیشه اشتباهاتم رو درس میگرفتم و به آینده میرفتم. یکی از چیزی که بچه‌ها من خیلی خودم اذیت میکنم بعضی وقتا اینی که چه اشتباهاتی در گذشته کردم که نباید میکردم و الان به نظرم باید دیگه این کارها رو نکنیم امسال و فقط به جلو فکر کنیم، این که چه اتفاقی افتاد و چه اتفاقی نیفتاد و اینا رو کلاً بیخیال بشیم. و موضوع 15 تأکید میکنه در فصل آخر که احساس رضایت داشته باشید به هر چیزی که هستید. ببینید توی کتاب به شدت تأکید میکنه که از خودتون راضی باشید. هر کاری که شما کردید تا امروز اگر نشده برای بهتر بودن زندگیت، بهتر شدن زندگیتون بوده. پس ناراحت نباشید از اینکه من آدم بدیم یا آدم فلانیم یا آدم بهمانیم. نه، شما آدم اوکی هستی. هر کاری که کردی از خودت راضی باش. بگو اون لحظه بهترین تصمیم این بوده. من بهترین تصمیمی که میتونستم اون لحظه برای زندگی بگیرم همون بوده و گرفتم. و از خودتون هم ناراضی نباشید. احساس رضایت داشته باشید و بهترش بکنید هر چیزی که هست. و در آخر 8 گام برای یک زندگی کامل رو آقای وو ارائه میده. میگه که ما 8 مرحله داریم که خلاصش میشه این که میگه آقا بهترین مرحله انسان جوانی هستش.
سعی بکنید در جوانی اشتباه بکنید، کارآفرینی بکنید، شکست بخورید، پیشرفت بکنید، بالا برید، پایین بیایید و جوانی رو کلا یک قسمتی میبینه که هر کسی میتونه توش خیلی کارا انجام بده که بعداً پشیمون نشه. امیدوارم از این کتاب لذت برده باشی. این کتاب قدیمی بود که خیلی از دوستان میدونم دوست داشتن خلاصش رو گوش بدن چون خیلی کتاب معروفیه، اما میگم تقریبا صحبت قدیمیه چون خیلی 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 این کتاب قدیمیه. فکر میکنم تقریبا برای هول و هوش 30 سال پیش باشه، اما خب بیشتر، شاید تقریبا 40 فکر میکنم بین 30 تا 40 سال، چون خیلی کتابیه که معروف بوده و خیلی از اساتید هم امروز از قبل تا به امروز از این کتاب تقلید کردن خیلی از موضوعات رو، و به خاطر اینکه گفتم خیلی جاها ممکنه برای شما تکراری باشه همین موضوع باشه. امیدوارم از این پادکست لذت برده باشی. هر جا هستی پولدار باشی خانواده دیاربی عزیز.